سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امروز قهوه یکی از مشتریای عزیزمون رو گفتم براتون بذارم که یه جورایی آموزش بشه برای شما و اینکه قهوه حتی اگه خیلی کم رنگ و آبکی بیفته ولی بازم کلی نقش داره که بخواد برای شما خبرهای خوبی تو راه داشته باشه. رحم تخمدان خانومی رو نشون میده که خیلی هم روشنه و نشون دهنده بارداری و فرزند آوری هست و خودشون هم تایید کردن و اینکه زیر نظر پزشک هستن. راه و مسیری که اینجا براشون افتاده و این راه و مسیر چون متصل به این رحم و تخمدان هستن، یعنی اینکه زیر نظر پزشک هستن و 100% براشون انشالله بارداری رو به همراه دارن. پرنده خیلی قشنگی که اینجا برامون افتاده که خیلی هم قشنگه، میتونه نشون دهنده خبر خیلی خوبی باشه برای این خانم که من اگه اینو دوباره برگردونم مثالت خانومی داره که لباس مجلسی بلندی پوشیده و دورش هم کاملا روشنه. چیزای قشنگی که براتون افتاده رو گفتم براتون توضیح بدم. این گوسفند رو میبینین اینجا که نشون دهنده حالا یه سرمایه گذاری بزرگ هست که ایشون خبر از شراکتی دادن که قراره یه شرکتی بزنن و یه سرمایه گذاری انجام دادن. خیلی برای خودم جالب بود و خیلی خودم بیشتر دوست داشتم. و اینکه مسئله خرید خونه‌ای که براشون افتاده انشاءالله برای شما هم کلی اتفاقای جذاب توی قهوه‌ای که میگیرین براتون پیش بیاد عزیزان.